راز اصلی اینجاست. قراره با این حلقه های بازیافتی یه جاکیتی زیبا ببافیم. من برای این بافت از قلاب 3 میلیمتر استفاده کردم. بافت رو شروع میکنیم با دورگیری حلقه هامون. ابتدا پس باید حلقه ها رو دورگیری بکنیم، اونم با پایه کوتاه. من شروع میکنم به بافت پایه کوتاه و دور تا دور حلقه اول رو بافت پایه کوتاه میزنم. تعداد پایه ها بستگی به ضخامت نخ و همطور قطر حلقم داره. حالا نخ رو قطع میکنم و شروع میکنم به مخفی کردن نخ، اونم با قلاب سایز کوچیکتر. وقتی به قلاب سایز کوچیکتر کار رو انجام بدم، خیلی راحت‌تر میتونم از پشت کار قلاب بافی، حالا هر چی که باشه رو مخفی بکنم. این قسمت کار رو دقت داشته باشید که همیشه با حوصله و محکم انجام بدید تا به هر حال توی دراز مدت کارتون خراب نشه. خب حلقه بعدی رو هم به همین صورت میبافم و کار رو ادامه میدیم. در اینجا ببینید بچه حلقه رو قطع نمی کنم، با یه پایه نامرئی شروع میکنم به بافت پایه کوتاه. 20 تا پایه کوتاه اینجا لازم دارم. 20 پایه کوتاه رو که زدم، اتصال به حلقه دوم رو باید انجام بدم. دقت بکنید در این قسمت بچه از پشت حلقه دوم وصل رو انجام میدیم، یعنی مرتب میکنید حلقه اولتون به سمت رو هست و حلقه دوم به پشت. وقتی که کار رو بچرخونم کار برمیگرده و دو حلقه سمت روی کار دیده میشه. شروع کار رو با یک زنجیره انجام میدم، کار رو برمیگردونم و میخوایم الان بافتمون رو آغاز بکنیم. برای شروع رج به یک پایه متوسط نیاز داریم. 2 لوپ اول رو کار نداریم، از لوپ سوم از اونجا بافت رو شروع میکنیم و یک پایه متوسط میبافیم. خب حالا ببینید دقیقاً مثل تصویر باید کار رو انجام بدید. من یک بار دیگه انجام میدم، با دقت نگاه بکنید. به همین روش باید کل رج رو ببافیم. بازم من انجام میدم. خب ببینید من قلاب رو از زیر حلقه رد میکنم، حلقه بعدی رو هم میگیرم از توی زنجیره و ستا رو با هم یکی میکنم. به همین ترتیب تا آخر رج میبافم. به آخر رج رسیدم. اینجا رو دقت بکنید. آخرین گندمی رو که میخوام ببافم، ببینید بچه ها چیکار میکنم. اول پایه معمولمون رو میزنم و بعد اجازه بدید یک پایه کوتاه این قسمت باید بزنم. آخر هر رج این پایه کوتاه رو باید بزنم برای تکمیل شدن بافتم. با یک پایه نامرئی بافت رو به حلقه اتصال میدم به این صورت که میبینید و بعد یک زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. این قسمت بچه ها رج پشت کار هست، پس یکم متفاوت میشه. ببینید دقیقا چیکار میکنم. 2 حلقه اول رو که کار ندارم، از گندمی سوم بافت رو شروع میکنم. ببینید به چه صورت دارم نخ رو میگیرم، کاملا متفاوت از روال معمول قلاب بافی هست. خب 3 حلقه ایجاد شد، با هم یکی میکنم و بعد از اون ادامه میدم. اینجا رو حتما دقت بکنید بچه ها، من همه رو توی تصویر میخوام بهتون نشون بدم که با حوصله نگاه بکنید. پس سکوت میکنم و ادامه بافت رو با هم میبینیم. خب امیدوارم که حسابی دقت کرده باشید. ببینید بچه الان شیارهای ما ایجاد شد و حالت یک تیغ ماهی به ما میده و به همین صورت باید بافت رو ادامه بدیم. وقتی به این صورت ادامه میدیم از پشت کار نگاه میکنیم ببینیم آیا دقیقاً همون حالت تیغ ماهی رو داره. دقت بکنید هیچ کدوم از اون نخهای اوریب شده نباید پشت کار مخفی بشه.
به همین صورت ادامه میدم تا آخر رج. رسیدم به آخر رج، پای کوتاه هم رو زدم و اینجا دوباره یک پای نامری میزنم، یه زنجیره و کارو برمیگردونم و اینجا باید بچه‌ها همون تکرار رج اول رو انجام بدم. 2 حلقه اول رو کار ندارم، از گندمی سوم شروع میکنم، یک پایه متوسط میبافم و دقیقا مشابه رج اول انجام میدم. ببینید یعنی رج 1 و 2 من تکرار میشه توی این بافت و باید ادامه بدیم و من دارم دوباره تکرار میکنم تا کاملا براتون جا بیفته که اشتباه نبافید. بافت رو ادامه میدم تا برسم به آخر رج. خب پای کوتاه آخر رجم رو مثل روال همیشه میبافم و بعد اتصال میدم به حلقم. باز هم 2 گندمی آخر باید رها بشه، پای نامرئیم رو میزنم و این قسمت رو کامل محکم میکنم و میکشم نخ رو. 1 زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، 2 گندمی اول رو رها میکنم، از گندمی سوم رجم شروع میشه و دقیقا مشابه رج دوم باید رج 4 رو ببافم. ببینید بچه من با انگشتم دارم نگه میدارم، برای این پایه خیلی مهم هست که نخ رو با انگشت نگه داریم و بتونیم پایه اول رو ببافیم. بقیه هم که مشابه رج دوم هست بافت رو انجام میدیم. توی هر پایه دقت میکنیم که نخمون از مابین اون شیارها باید رد بشه. خب دوستان بافت رو به همین صورت تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدم پای کوتاه آخر رج رو میزنم، 2 گندمی آخر رو مثل روال قبل رها میکنم، بست آخر رج یا همون پای نامرئی رو میزنم و حتما نخ رو میکشم که فاصله بین بافت و حلقه هم ایجاد نشه. 1 زنجیره میزنم و کار رو باید تکرار بکنم و تا 20 رج به همین صورت ببافم. 20 رج رو تکمیل کردم و میرسم به قسمت آخر بافتمون. اینجا باز هم 2 گندمی آخر رو رها کردم، پای نامرئیم رو میزنم و بعد شروع میکنم به اتصال 2 طرف کیفم. ببینید بچه ها از قسمت چپ کار یعنی پشت کار رو روی هم میاریم و بعد دوخت رو انجام میدیم. حالا دوختمون میتونه با نخ و سوزن یا مثل من با قلاب باشه. برای اینکه دهنه کیفمون یکم بازتر باشه باز هم بچه ها ببینید 2 گندمی اول رو کار نداریم و با پایه نامرئی میریم جلو و بعد شروع میکنیم به اتصال. اتصال هم به این صورته که میایم، ببینید به این صورتی که میایم گندمی ها رو نگاه بکنید، لوپ های پشت یعنی حلقه های پشت این گندمی ها رو روی هم میذاریم و قلاب رو رد میکنیم ازشون و بافت پایه نامرئی میزنیم. به همین صورت بافت رو تکمیل میکنم تا قسمت آخر و بعد 1 زنجیره میزنم، نخ رو قیچی میکنم و محکم کاری این قسمت رو انجام میدم با قلاب کوچیکتر. سمت دیگه کیف رو هم به همین صورت انجام میدم و دوخت میزنم و حالا باید کیف رو برگردونم. همونطور که توی تصویر میبینید شاید یکم سخت باشه ولی میشه انجام داد و در نهایت میتونیم از مهره های قدیمی و دکمه های قدیمی کار رو تزیین کنیم. اگر از این آموزش خوشتون اومد حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و منتظر آموزش‌های بعدی من باشید.